سلام به تمام فارسی زبانان دنیا. امیدوارم هر جایی از دنیا که هستین خوب و خوش و موفق باشین. من فرید هستم و خوش آمدیم به یک ویدیو تازه از من. امروز من در شهر دورنبیرن فرالبرگ هستم، در یکی از ایالت‌های اتریش و در اینجا جشن کریسمس است یا با آلمانی به اسم وایناchtسمارکت گفته میشه و در این جشن تقریبا صنایع دستی که مردم درست کردن به فروش میگذارن، نوشیدنی‌های گرم یا شیرینی بابی که درست میکنن و در اینجا مردمی که گرد هم جمع میشن، فامیلایی که با هم دیگر آمدن بیرون، بچه‌هایی که در حال بازی هستن، مردمی که در حال ساعت‌تیری هستن. خب من دوربین گرفتم و شما را با خودم آوردم تا شما شاهد این جشن باشیم چیا در اینجا فروخته میشه. امیدوارم از دیدن ویدیو دوستان عزیز لذت خاصی ببرین. لایک و سابسکرایب دوستان یاد شما نه تا انرژی خاصی برای ما بدین و بتونم ویدیوهای بهتر زندگی اروپایی را به شما به اشتراک بذارم. خب در اینجا قرفه هایی رو میبینی که مثلا چوبی هست، دستساز هست، از دست درست کردن با این لامپای کریسمسی یا موبایل سال نوی که هر قرفه که در اینجا هست تقریبا بخاری داره تا مردم بتونن خود گرم کنن و اوقات خوش با هم دیگر داشته باشن. با ما حتما همراه باشین تا این صنایع دستی رو ما شما به اشتراک بذارم تا بتونیم ببینیم چه چیزایی رو درست میکنن، چه چیزایی برای فروش هست. بعضی کسا هست برای هدیه دادن میان میخرن و یا بعضی کسا برای دیزاین و خیلی کسا میان مثل ما فهمید اینجا ویدیو خود میگیرن و ساعت خود تین میکنن. تا آخر ویدیو حتما با ما همراه باشین، برین تا بقیه ویدیو رو ببینیم. ما اینجا آمدیم رسیدیم به این صنایع دستی. اینجا حال فلانی معلومات میداد اینا مثل از این که رنده باشه، ما مردم رنده میگیم، نه یک چیزی رنده میکنیم مثل سیر یا که پنیر که رنده میکنن. اینا کلا به خاطر از او هست. ما اول گفتم اینا چی رقم تارا داره، چرا تار اینا رقمی هست، یه خط تیزه این رقم ولی ولی اینا برای کارهای آشپزی و اینا هست. آشپزخانه واقعا یک چیز خوبی هست بدون از اینکه آدم بخواد از آهن استفاده کنه که کدوم چیزی باشه یا دست خود اینا رو ببره. اینا میگه 300 ساله که هسته و هنوز هم هسته و هر مدل و هر فرق یا رنگی که دوست داشته باشیم اینجا هسته و طرای مختلف هم هسته که واقعا یک چیز حیرت انگیزه یا خیلی باحاله، با وجودی که خیلی یک چیز قدیمی هسته، بیشتر از 300 ساله میگه که این ساخته میشه و هنوز هم وجود داره و برای کسایی که کلاسیک باشن واقعا عالی هسته. پرفکت. خب دوستا اینجا دقیقا نقطه مرکزی بازار هسته و در اینجا درخت بزرگ کریسمس هم هسته که دقیقا در کنار کلیسای هرتزیوس یا همون قلب مقدس قرار گرفته که واقعا یک درخت خیلی زیبایه و در اینجا قدم می‌زدم دیدم یک غرفه گذاشتن که داخل از یک خانواده را تقریبا نشان میده که دامداری دارن، گاو اینا هسته، گوسفندا هسته. چی خوب برگکای مقبولی اون خری هم دارن دیگه. برای اینجا میاد کال اینا رو یک سلخی میکردی، الله اکبر میگفتی که یک قابلی پخته میکردیم میزدیم و گوشتا نصف گوشتا خشک میکردیم کیچیری رتی تیار میکردیم با میاه و خونو گشته مزه میده واقعا کیچیری. دیگه کسایی که خورده باشه میشناسن و خیلی کسا اسم کیچیری شنیدن.
دیگه ولی واقعا غذا سنتی مردم هرات که به زمستون به خصوص با گوشت لندی، گوشت خوش کرده و دنبه خوش کرده میخورن. دیگه امیدوارم کلگی شما یک روز از امتحان کنین و مزه رو بفهمین. شاید خوش بعضی اینا بیایه، شاید نه، ولی اگه حتما کچری خوردین در کامنت برایم بنویسیم که خوشمزه بود یا نبود. از این بازار در تمام نقاط ولایت فعلا همچین بازارها هسته. خب در کنار اون دریاچه که قبلا ویدیو ساخته، یک بازار خیلی بیشتر هسته با غرفه‌های بیشتر، با بخاری‌های بیشتر که بتونی خود گرم کنی. این رقمی هم تر نشی. ما واقعا کلا تر شدم، نمی‌فهمم داخل ویدیو دیده میشه یا نه. واقعا کلا تر شدم. حتما دوستان عزیز با ما همراه باشیم، حمایت از ما بکنیم. امیدوارم روزا و شبای خوب و خوشی داشته باشین. تا ویدیو بعد خدایا رو نگهدار شما.